درود به همه شما عزیزان، خوش اومدین به صفحه من. امیدوارم حال خودتون و حال دلتون خوب و عالی باشه. من پرستو هستم، اینجا داستان‌های اطلسی و میخوام براتون یک حکایت کوتاه تعریف کنم. با من همراه باشید. روزی بود، روزگاری بود. توی یک کاروان تجاری یک شتر ساده دل زندگی میکرد که همیشه پشتش بار میگذاشتن تا بارها رو به این بر ببره و به اون بر ببره. این شتر همیشه تو دلش غر میزد و ناله میکرد که چرا من باید انقدر کار کنم، چرا باید انقدر زحمت بکشم. دشت انقدر بزرگه، علف‌ها سبزند، کوه‌ها سرسبزند، حیوونا دارن واسه خودشون راحت زندگی میکنن، آب تو چشمه‌ها جریان داره و همه حیوونا یه غذایی پیدا میکنن میخورن و زندگیشون راحت و آزاده. من برای چی باید برای نیم من علف اینقدر بار ببرم و بار بیارم؟ خلاصه اینقدر با خودش فکر کرد تا یه روز که دست بر غذا باری رو پشتش نگذاشته بودن، تصمیمشو گرفت که فرار بکنه. پس خودشو پشت شترهای دیگه پنهان کرد، از دید ساربون قایم شد و وقتی که یه بیراه دید سری از بیراه فرار کرد و زد به دل صحرا. برو که رفتی. رفت توی اون دشت و صحرا و حسابی برای خودش گشت و چرخید. علف زیادی خورد، بعد کنار چشمه دراز کشید و شروع کرد به نشخوار کردن. روز اول که اینجوری گذشت، چند روز بعد هم همینطور. حسابی چاق و چله شده بود و واسه خودش داشت کیف میکرد. اما خبر نداشت که توی اون دشت یک شیر زندگی میکنه که حسابی شکار کردن و بلده و 3 دوست هم داره که از سفره اون غذا میخورن. پس از خود شیر هم بیشتر دنبال شکار هستند. یک گرگ تیز چنگال، یک زاغ سیاه چشم و یک شغال زرنگ. شتر همینجوری داشت زندگیشو میکرد که یه روزی چش تو چش شد با شیر. شیر رو دید و شناخت و میدونست که خب الان اگه فرار بکنه که این یه لقمه خامش میکنه، پس چه کنم چه نکنم. سلام علیکی کرد. شیرم بهش سلام داد و بهش گفت خب شتر جان، اینجا چی کار میکنی؟ از ساربون، از کاروان دور افتادی؟ شتر هم گفت حال قضیه اینجوریه، روزگارم این شکلی بود و منم فرار کردم، الانم دارم کیف میکنم. شیر با خودش گفت این قد و بالای گنده‌ای داره و بودنش تو دم و دستگاه من خوبه، اباحتمو بیشتر میکنه. منم که شکار زیاد دارم، نیازی به این ندارم. پس بهش گفت میتونی اینجا توی محدوده من قشنگ زندگی تو بکنی، راحت باشی، اگه بدخواهم داشتی به من بگو، پدرشو در میارم. شتر هم دیگه حسابی پشتش گرم شد و با خیال جمده بخور و بخواب و چاق‌تر بشو. تا اینکه یک روز شیر که به شکار رفته بود با یه فیلی که رم کرده بود برخورد کرد و با وجودی که تونست خودشو از دست فیل نجات بده و فرار بکنه، اما زخمی شد و لنگ لنگون خودشو به لونه رسوند و یه چند روزی از شکار کردن عاجز موند. توی لونه استراحت میکرد که گرگ و شغال و کلاغ یا همون زاغ به دیدنش رفتند و بعد از اینکه حسابی حالشو پرسیدن گفتن که چه کار باید برات بکنیم، چه اتفاق بدی برات افتاده. و شیر هم گفت من خودم درد و قصه خودم زیاد مهم نیست، اما اینکه شما رو انقدر زار و نزار میبینم و شکاری ندارم که از کنار شما هم بخورید، خیلی قصه میخورم. پاشین برین، اگه شکار آسونی دیدین بیاین و به من بگین، من برم بگیرمش و شما هم شکمی از عزا در بیاریم. این 3 از لونه بیرون اومدن و رفتن. کمی که دور شدن، گرگ برگشت و گفت ببینین این شتره که اینجا داره زندگی میکنه بسیار شکار آسونی هست، خیلی هم چاق و چله شده، چطوره بریم اینو به شیر بگیم؟ اما شغال گفت اصلا این کارو نکن، چون شیر به اون امان داده، به اون جای زندگی داده و اون مهمونش هست. ما نمیتونیم این کارو بکنیم و نمیتونیم همچین پیشنهادی به شیر بدیم، ناراحت میشه، فردا برای خودمونم بد میشه. زاغ که خیلی زرنگ بود گفت حرف گرگ ولی درسته، بذاری من درستش میکنم، اینجا وایسین تا من برم و بیام. پس سریع خودشو به شیر رسوند و برگشت به لونه. رفت پیش شیر ازش پرسید خب چی شد؟ به این زودی شکار پیدا کردین؟ زاغک گفت نه،
ما دیگه خستگی چشامو جایی رو نمیبینه. اونا هم که پاهاشون دیگه نداشت از ضعف و گشنگی که برن جلو. برای همین من اومدم اینجا که بهتون یه پیشنهادی بکنم. این شتر که به خاطر مهربونی و لطف و کرم شما داره تو این دشت واسه خودش زندگی میکنه، حسابی چاق و چله شده و شکار خوبی هست. چه بهتر که بریم و اون رو، همین که هنوز حرفش تمام نشده بود، شیر فریاد زد و گفت خاک بر سر رفاقت هایی بکنن که بخواد اینجوری عاقبتش بشه. من به اون قول دادم من هیچ وقت این کارو نمیکنم و کسی که بهش امان دادم و شکار نمیکنم. زاغک از در دیگه وارد شد و گفت خب درسته، ولی همه دانشمندا گفتن همیشه باید یک نفر از اقلیت فدای اکثریت بشه و اونم یه نفره، ما 4 نفریم. تازه‌شم شاید خودشم بخواد این فداکاری رو بکنه، همونجور که من و گرگ و شغال هم راضی هستیم جونمونو بدیم برای شما که شما گشته نمونید. تازه به اینم فکر بکنید، اگه اون بهش امان نمیدادین تا الان حیوانای درنده پاره پارش کرده بودن. اگه تو کاروانم میموند که کارش افتاده بود به قصاب باشی و کشتارگاه، کشته بودنش. همین که داره زندگی میکنه خودش به خاطر شماست و اصلا سودی هم نداره، هی چاق میشه آخرش هم میفته میمیره، هیچ فایده ای هم نداره. این حرفا رو زد و شیر آروم شد و به فکر فرو رفت. زاغ که احساس کرد شیر رو نرم کرده، سری بال زد و اومد پیش گرگ و شغال و گفت یه طرف قضیه یه کمی آروم شده، حالا باید بریم و اون رو درستش بکنیم. سری خودشون رو رسوندن به شتر، چون میدونستن که شتر حیوان ساده دلی هست و یه موش هم میتونه افسارش رو بگیره و با خودش ببره و خیلی هم زود حرفا رو باور میکنه. رفتن پیشش و بعد از اینکه حسابی سلام علیکی کردن و حسابی خودشیرینیشی کردن، شغال با زرنگی گفت که شتر جان، ما یک زحمتی برات داریم و یه مشورتی میخوایم باهاتون بکنیم چون شما خیلی بزرگوار هستین. شتر گفت من که چیزی نیستم، کاری بلد نیستم، ولی خب هر سوالی داریم بپرسید. و همینطورم کنار چشمه دراز کشیده بود و نشخوار میکرد. شغال گفت که ببینید این شیر که ما همه در حمایت اون داریم زندگی میکنیم، مدتیه که زخمی شده، نمیتونه شکار بکنه و گشنه مونده. این خیلی زشته که ما بی تفاوت باشیم و بهش اهمیت ندیم. مردم چی میگن؟ حیوانای دیگه چی میگن؟ یک عمری ما با رحمت و مهربانی اون زندگی کردیم، تو خودت هم در امان اون داری اینجوری راحت علف میچری و کیف میکنی. برای همین باید یه کاری بکنیم. زاغکم گفت آره، دیروزم که پیشش بودم همش میگفت این همه به مردم خدمت کردیم، این همه به این حیوونا خدمت کردیم، اما هیچکی نمیاد حالمونو بپرسه. شتر گفت خب باید چی کار کنیم؟ شغال گفت خب آره همینه، ما میخوایم بریم و جونمونو تقدیمش کنیم، بهش بگیم که آقا بیا ما رو بکش و بخور. اون که کارو نمیکنه، ولی محبتمون رو نشون دادیم، فردا روز که حالش خوب بشه بیشتر هوامونو داره، پشت سرمون هم حرف بد نمیزنن. شتر یک کمی فکر کرد و بعد گفت خب اگه شما هم میخواین این کارو بکنین منم حرفی ندارم، میریم و میگیم. اینجوری شد که راه افتادن و رفتن به لونه شیر. به لونه شیر که رفتن شروع کردن. اول زاغک زرنگ شروع کرد و گفت عالی جناب، من میخوام یه چیزی بگم، میخوام جونم رو تقدیم شما بکنم، لطف کنید و منو بخورید تا اینقدر زار و نزار نباشید. همین که اینو گفت شغال و گرگ گفتن ای عزیزک تو حرف خوبی میزنی، اما خب زاغک کوچولو تو که اصلا چیزی نیستی، یه مش استخون و پری، فایده ای نداری برای عالی جناب شیر. برای همین شغال اومد جلو و گفت من میخوام خودم رو تقدیم شما بکنم، من رو میل بفرمایید، منتی به سر چاکر بگذارید و من رو بخورید تا من این روز رو نبینم که شما انقدر ضعیف افتادید. گرگ و زاغک همونجا به شغال گفتن خیلی خوبه داری این حرفا رو با صداقت میزنی، اما خب تو که پوست و استخون بیشتر نیستی، لاجونی، شکارم که نمی کنی، گوشتی نداری که شیر بخواد خودشو به خاطر تو به زحمت بندازه. و شیرم سرشو تکون داد و شغالم با خجالت و افسوس رفت کنار. اون وقت گرگ اومد جلو و گفت ای عالی جناب، من مثل خودت حیوان شکارچی هستم، حسابی درنده خوام و پر از عضله. بیایید منت بگذارید و گوشت تن من رو زیر دندونای مبارکتون فشار بدین و گاز بگیرید، منو بخورید تا جون بگیرید و بتونید زندگیتون ادامه بدین. من خودم رو تقدیم میکنم به شما. همونجا زاغک و شغال سری گفتن درسته، تو حرفت خیلی منطقیه، اما خب همه جنگل میدونن گوشت گرگ بیماری میاره.
مریضی میاره و نکنه که تو میخوای شیر رو مریض کنی، میخوای اذیتش کنی، میخوای بیماری براش بیاری. گرگ هم با خجالت رفت کنار. شترم که حرفا اینا رو شنید و دلش گرم شد و گفت خب الان برای منم یه حرفی میزنن. گفت ای شیر مهربون، من در امان شما زندگی کردم، علف خوردم، حسابی هم چاق و چله شدم، لطف کنین و بیاین منو بخورین. من در خدمت شما هستم که عمرتون طولانی باشه. هنوز حرفاش تموم نشده بود که گرگ و شغال و زاغ سری گفتن احسنت به این درایت، به این نکته سنجی که میدونی گوشت شتر چقدر برای شیر خوب هست، مریضی ها رو خوب میکنه، پر از قوته و حسابی جون بهش میده. و سری به سمتش حمله ور شدند همراه با شیر، در حالی که شتر در بهت و ناباوری بود نگاهشون میکرد و اونها هم بدن شتر رو پاره پاره کردند و شروع کردن به خوردنش. این بود ساده دلی شتر قصه ما که فکر میکرد خیلی راحت میتونه اونجا زندگی بکنه بدون اینکه کاری انجام بده، بدون اینکه براشون سودی داشته باشه و خودش رو خیلی مهم میدونست که جونوریه که شیر بهش لطف کرده و تا ابد میخواد مواظبش باشه. ممنون که با من این حکایت رو شنیدید. امیدوارم لذت برده باشین. اینجا داستان‌های اطلسی. تا حکایتی دیگه دوستتون دارم و بدرود.